هرهما پیر شدن میگه ای خونه نزنین سرشو نکنین، بلکه برای پدر و مادر سخنهای نرم و ملایم بگین. و واقعا وقتی که خواه پسر باشه خواه دختر جوان باشه پهلوان است. الله رب العزت در قرآن عظیم و شان نصیحت میکنه که در پیش پدر و مادر بازوهات مثل پهلوانا نگیر، بالهات شکسته بگی. یه بزرگا و دملوها هستن، جناح در لغت عرب قنات میگن. اگر همین پرنده را اهمیت بده نسبت فرزندش احترام داشته باشه با قناتهاش، یعنی زیر قناتش میکنه. الله رب العزت میگه که مبادا جوانی پهلوان در پیش پدرت بازوی پهلوانیش نشان بدی یا پیش مادر در بازوی پهلوانیت نشان بدی و این پدر پیرانسال شده است و باز هم آرزوی جوانیش نکنه و ناراحت نشود. به همین خاطر پیش پدر و مادر در بال شکسته باش. بعضی از علما درجه مثل قنات نمیگن بلکه مثل پایانداز باش میگن و سخنهای نرم و ملایم بگو و در حق پدر و مادر دعا بگو پروردگارا پدر و مادر مرا رحمت کن. میبخشی رحمت فقط برای آدمی مرده نیست، برای آدمی زنده هم هست. که ما ربیانی صغیرا، ما چگونه خدای میدهک بودیم ما را کلان کردن. الله عجیب نصیحت میکنه. برادرو پیامبرمون صلی الله علیه و سلم در شکم مادر 6 ماه بودن، پدر ندیدن و وقتی به دنیا آمدن مادرش عجیب روایت میکنه که حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وقتی به دنیا آمدن مادرش میگه که من هیچ احساس تولد ندیدم. بعضی مادرها و خواهرای ما در حالت تولد دست به مرگ میزنن، لیکن مادر حبیب خدا میگه وقتی حبیب خدا حتی میگه حالت حامله بودن اومدم من هیچ مشکلات ندیدم. و وقتی محمد میگه علیه السلام به دنیا آمد فقط احساس کردم که یک نور از وجودم، یعنی از درون من میگه به بیرون برآمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به دنیا آمدن به اختیار رفتن باباش در گفتن گفتن همون نبیره انتظار بودی به دنیا آمد. باباش به اختیار نامش محمد گذاشت صلی الله علیه و سلم. و یکی از خادمه های ابو جهل ابو لهب دویده رفتن گفتن ابو لهب حیده مرا بته امون دادرزاده انتظار بودی به دنیا آمدی، ثویبه را آزاد کرد. و روز ابو لهب در خواب برادرش عباس در آمد. عباس گفت ابو لهب برادر چه حال داری؟ گفت تمام عذاب دوزخ بالای من هست. گفت برادر جان میشه و روزی که تو از عذاب دوزخ خلاص شوی؟ گفت بله برادر، روزای دوشنبه گفت مرا از عذاب دوزخ خلاص میکنن. گفت به خاطر چی؟ گفت به خاطری که در این روز محمد تولد شده است. گفت برادر تولد حبیب خدا برای تو چی فایده داره؟ آخه تو دشمنی اشدیش بدی. گفت روزی که محمد به دنیا آمده بود من یک کنیزک ما آزاد کرده بودم، به همین خاطر این روزها گفت مرا آزاد میکنه. به روایت دیگر گفت من همه روز تشنه هستم مگر فقط روزای دوشنبه مرا آب میتن. گفت به خاطر تولد حبیب خدا. و حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تا 2 سالگیش مادر حلیمه که حتی بازاری بود به نام عکاس از کودکی از مادر جداش کردن، بردنش مادر حلیمه شیرش دادن کلان کردن. حتی وقتی میگه حبیب خدا را در آغوش باباش گرفت به بازار رفت، هر زنی میدید میگفت این سین سال قطعی موافق نمیآید، این مسافید است، این کودک هر جایی باشه کودک از خودش نیست، ما را معاش خوب نمیتن. میپرسیدن بابا جان این فرزند خودت هست؟ میگفت نه این بی پدر است، این یتیم است. هیچ کس قبولش نمیکرد که ما معاش خوب نمیگیریم. مادر حلیمه رضی الله تعالی عنها و ارضاها اون هم دیدن و میل کردن که نگیرن. گفتن اکو به بازار از یک سوال کنم. بابا جان گفت این کودک از خودت هست؟ گفت نه نبیرم هست، یتیم است. میگه خواستم نگیرم روما بگردونم برم، همین محبت همین کودک میگه قلب مرا به سوی خودش کشان. گفتم بابا جان یک بارک چهره همین کودک ببینم ممکن است؟
میگه چهره زیبای حبیب خدا را دیدم، محبت این کودک میگه وجودی مرا احاطه کرد گرفت. گفتم از این کودک اگر یک درهم هم فایده نباشه من قبولش دارم. و مجرد انواع برکت حبیب خدا محمد مصطفی را دیدی. مادر حلیمه میگه آغوشش کردم، به مجرد آغوش کردن احساس کردم که پیستان هم پر از شیر است. و همون شب میگه یک قطره شیر نیافته بودم که کودک ها را بود. 2 سالگیش بود چید باز 2 سال دیگه شرطنامه کرد. حبیب خدا 4 ساله شدن، نو به مادر حلیمه اینس گرفته بودن که از این هم یتیم ماندن، پیش مادر خودشان آمدن. 2 سال با مادر خودش بودن و از خسرش همین مادر اجازت گرفت که 6 سال است که من طرف خانه پدریم نرفتم و حبیب خدا را گرفتن رفتم. وقتی حبیب خدا میگه رفتن، تمام کودکان جمع شدن، آمدن گفتن محمد ما تو را دوست می‌داریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن واقعا شما مرا دوست می‌دارین؟ گفتن بله. گفت شما هم شاهد باشین که من هم شما را دوست می‌دارم. حتی میگه یهودی ها و نصرانی ها حبیب خدا را می‌دیدن، کودکی که 6 ساله بود همش می اومدن بیاواز کنیم خوبتر میشه، هذا سیدکم و نبیکم، همین نمو پیغمبری است که شما انتظارش بوده. ببین پیغمبر خدا 6 ساله کودک بودن. هذا سیدکم و نبیکم. و مردم عرب همو پیغمبر را انتظار نمی کودک است. و وقتی که مادرش گفتن محمد بیا بریم قبر پدرت زیارت بکن، وقتی در راه می آمدن مادرش هم بیمار شده و مادر از دنیا گذشت. کودکی که 6 ساله گرد قبر مادر، جسد مادر تاب میخوره. ایمن میگه گفتم محمد بیا قبر مادر را بکنیم. هر بار میگه حبیب خدا قبر مادر را میکندن، تشششون در زمین میزدن، یک کلمه عجیب علم آور میگفتن اوچه جان، اوچه جان. گریه میکردن و میگفتن ای ایمن چرا مادری من دیگه با من صحبت نمیکنه؟ قبر کندن، هیچ اجازت نمیده که مادرش در لحد مونن. در لحد موندن اجازت نمیده که بالاش خاک پرتاین. خاک پرتافتن. حبیب خدا از سر قبر مادر تا مکه مکرمه گریه کرده و روش از قبر مادرش نگرداند. و وقتی آمدن باباش دیدن که اینقدر حبیب خدا ناراحت است، گفتن محمد برای چی گریه میکنی؟ گفت که بابا جان چرا مادرم دیگه با من حرف نمیزنه؟ حبیب خدا گفتن باباش گفتن که یا محمد انا ابوک و امک، من هم پدر و هم بابات هست. 2 سال دیگه با بابا ایستادن که بابا هم از دنیا گذشت. چقدر حبیب خدا یتیمی رو بالاشان آورد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن از اون نعمت هایی که در جنت در دنیا دیده می شود این پدر و مادر هم. همون جینجه های روهای پدر رو میبینیم، مادر رو میبینیم، اما ما راههای به سوی جنت رفتن ما و شماست. علما میفرمایند در 3 حالت دعا قبول میشه. بعضی میگن در 5 حالت که حالت باران باریدن، یا حالتی که آب دیده در پره رخساره هست، یا حالتی که اذان میگن دعای اذان کردن است، یا در میعذاب همون نوشاره‌ای که در بیت الله هست آب میریزه رو پر روی همون حبیب خدا میگه بسین دعا بکنین الله قبول میکنه. یکی از دعاها قبول میشه که چهره پدر تا نگاه کن و چهره مادر تا نگاه کن دعا بکن الله قبول میکنه. علما میگن 3 چیز نظر کردنش عبادت است. اگر هر کسی قرآن میخونه خوش به حالش، اگر قرآن خوانده نتونه قرآن باز بکنه و دستاش به خطهای سیاه قرآن ببره، همین عبادت است. و دوم نوع عبادت علما میفرمایند بیت الله را تماشا کردن خودش عبادت است. و سوم چهره پدر و مادر را نگاه کردن عبادت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گرد بیت الله یک مسافر قدی کمپیر میدید، اینقدر خوشحال میشید. روزی آمد هر درک شنیدید، گفتن یا کجا دن؟ گفت حضرت جان اینا یک فرزند داشتن، پدرش پیشداره میکرد مسجد میآورد، باز مادرش. همون گفتن فرزند از دنیا گذشته است دیگه، یا کسی ندارن مسجد بیارشان و از مسجد ببرشان. حبیب خدا گفتن اگر دنیا وفایی میکرد به فرزند امیا میکرد، وقتی این از بین برد ما و شما هم از بین میبرم. یکی از قاری ها تا حال زنده هست، گفت من بسیار ثروتمند بودم، شرایط خوب داشتم، پدرم بیمار بود، خانم ده بود، زاره میکرد که بچه‌م مرا خانه خودم ببر. میگه ماشین ده تاب میدادم گرد همین قشلاق و ریان ها تاوش میدادم، با دوباره خانه خودم میآوردمش. پدرم که کمی عقلش شگون کرده بود میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش.
خانه مرا دیگه از خانه خودش فرق نمیکرد، لیکن فقط خواهش میکرد که مرا خانه خودم ببر. گفت فقیر شدم دیگه. پدرم میگفت بچه‌م مرا خانه خودم ببر. گفت در یک عربه سوارش میکردم و گرگید همو کوچه ها تاوش میدادم، باز دوباره خانه خودم میبرد. میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش. و روزی میگه پدرم دست برداشت گفت فرزندم، خدایا از جمله او فرزندای شوی که روز تو پیش شوی، شاههای دنیا از دنبال تو بروند، پشت تو بروند. خنده کردم که من فقیر کجا و شاهها دنبال ما رفتن. و روز میگه قبر همین محمد اسماعیل البخاری را در سمرقند میگه زیارت آمدن. همین اسلام کریموف میگه از بین قاری‌ها مرا گفت تو پیش شو. وقتی میگه ما پیش اسلام کریموف عقب دیگه شاهها آوای دیدم ریخت. میگه رئیس جمهور گفت چرا ناراحت شدی؟ گفت من در دعای پدر خنده کرده بودم، این روز برای اجابتش گفت گریه دارم. من گفتم کجا عقل قطعی قبول نشد که من کی هستم که من پیش برم شاهها از عقیب من میاد. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه، میگه در گرد بیت الله یه بچه را دیدم دستاش شلای کار نمیکنه. سوالش کردم بچه‌م خیریت است؟ گفت حضرت جان جوان بدم پدرم نصیحت کرد، پدر نزدم. بعد اون مادرم نصیحت کرد، مادرم زدم. با پدر حج آمده، پدر طواف میکرد گرد بیت الله و یک دعای عجیب میکرد، خدایا من پیر و ناتوان شدم، من دیگه طاقت ضرب و لطف فرزندم ندارم. همون قوای را در دستش دادی مرا میزنه، خدا جان همون قوا را دستش بگی دیگه مرا نزنه. با مجرد دعای پدر گفت هر دستم ایکار برآمد. خانه آمد زارش کردم پدر جان یک باره که دیگه حج بریم. در راه آمدیم پدرم از بالای شتر افتاد، از دنیا گذشت. حضرت ما تا حال به همین احوال است. ببین میگه از نماز خفتن طواف من کردن تا بامداد دعا کردن، بعد در بامداد دستای من در حرکت درآمد. شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه عجیب قصه میکنه، کدام ما و شما پیش از خواب رفتن یک بارک جایگاه مادر یا پدر میبینیم چه حال داره؟ میگه یکی از علما شب که میخواست خواب بره گفت یک بارک برم جایگاه مادر ما ببینیم چه حال است. آمد که مادر خواب از پاکاش پر از چنگ و غبار، خم شدن بریشاش کفای پای مادرش تازه کرده. و سحر آمدن خواستن درس بگن. یکی از شاگردا گفتن حضرت این شب تهجد خوندی، ذکر کردی، تلاوت قرآن کردی؟ گفتن چرا؟ حضرت جان گفتن خواب دیدیم که ریشات پر از دور و مروارید است، از بریلیانت و سنگ‌های قیمت بها. گفت او خاک کفی پای مادرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز یک صحابه را دید که در ریشاش ملائکه ها بحث داره. گفت بچه‌م این روز چه عملی خوبی را انجام دادی؟ گفت حضرت جان از کار آمدم، پاکای مادر ما دیدم پر از چنگ و غبارن، خم شدم بر ایشان کفای پاش تازه کردم و آبای دیده حبیب خدا ریختم. و حضرت ابوهریره گفتن حضرت جان آیا قصه جوان شما را ناراحت کرد؟ گفت یا اباهیر نه. گفت کاش گفت مادری من زنده میشی، من به این ریشا میرفتم، گفت کفای پاش تازه میکردم و این ثواب خدا را حاصل میکرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنن، میگه روز حبیب خدا را 62 ساله بود، یعنی یک سال پیش از وفاتش، در یک سرزمین دیدم که حبیب خدا اینقدر ناله کرد که من یگان بار حبیب خدا را نالش ندیده بودم. گریه حبیب خدا تمام صحابه را میگه در گریه آورد. سوالش کردم که حضرت جان خیریت باشه؟ گفت قبر پدر و مادرم هست. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر ما شما را توصیه دادن و دعای عجیب هم میخونیم، اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خودمون ببخش بعد از اون پدر و مادر. چرا اول خودمون؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش. چرا؟ تا دعای در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر مرا نبخشی دعام قبول نمیشه، به این خاطر اول خودم خدا ببخش بعد از اون پدر و مادر ما ببخش. واقعا مادر قصه عجیب هم مینویسه صاحب کتاب. روز یک مادر میگه چشم بینا نداشت، چشمش کور بود. هر بار فرزندش آغوش میکرد فرزندش میگه مادر مرا آغوش نکن، من شرم میدارم از چشم کوریت. مادر بیچاره زار و نال. خب فرزند زن گرفت جدا شد. مادرش شب مون که این کوچه آمده اول نیاورد. وقتی من خبرگیری میایی نگو که مادری من هستی که من از چشم کوریت شرم میگیرم. مادر فهمید که فرزندش فرزنددار شده است. روز آمد نبیرش آغوش میکرد، باز همین فرزند به سیاست گفت مادر من تو را گفته بودم نیا، فرزندی مرا آغوش نکن، من شرم میکنم. مادر رفتن 7 روز بیمار. گفتن مادر بیمار است، یک بار خبر بگید. نرفت خبر بگیری و مادر از دنیا گذشت. خبر جنازه هم نآمد. گفتن مادر وصیت نامه نوشته.
میگه گمان کردم شاید خیلی پول زیاد وصیت نامه باشه. آمدم در مکتوب نوشتگی بچم یک سیری است که پنهانی است، من به کسی نگفتم. همین تو روز کودک بودی قلم در دستت بود، در چشم من تو زده بودی و چشم مرا کور کردی، لیکن باری من تو در حیات نگفتم که بچم ناراحت نشوی. وقتی مادر و پدر پیر میشود دیگر سخنشون نمیفهمی. مادری پیر میگه فرزند نصیحت کرد بچم بیشی، این روز من پیر شدم، من گپ میزنم خطی تو بعضی کلمه های مرا نمیفهمی، ناراحت نشو بچم. زیرا زمانی با تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید، من میفهمیدم. این روز من افقاد میخرم، لباسام چرکین میکنم، مرا جنجال نکن. زیرا زمانی با تو هم لباسات افلاس میکردی، من میشوشتم و تازه میکردم. بچم این روز مرا گشته نمیتونم، ای دستی مرا کشیده نبر. زیرا زمانی با تو هم راه گشته نمیتونستی، من این قامت بلند خم میکردم، دستای تو را میگرفتم و آغوش میکردم. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی، بچم برای مرگ من گریه نکن، زیرا روز مرگ بالای تو هم میآید. ببین. و مادر میگه نالیشش دردش زیاد شد، فرزند بس سیاست آمد گفت نمیشه مادر آواز تپس کنی، تو نالیش داری مرا خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره، نبیرات تا خواب نمیبره. مادر ایزار گفتن میلش. لحظه و ساعت ها صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب رفتن و سحر خیستند مادر از دنیا گذشته. فرزند سر منزل قبرستان آمدن، اویلش مکتوب دادن که مردک جان امشب مادر پیش از وفات برای شما مکتوب نوشتن و در مکتوب چه کلمه های عجیب نوشتن. بچه جان تا این روز من هر دعا و هر خواهش از خدا کردم، برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که دیگه طاقت شنیدن آوازی من نداری. امشب آخران خواهشم از خدا، همیشه هم برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جانی مرا بگیره که تو آرام خواری، من دیگه تو را ناراحت نکنم. پدر و مادر برای مرگ خود راضی‌اند، اما برای ناراحت شدن من و شما راضی نیستند برادر. و می خاطر وقتی آمده، وقتی طولانی تون نگیرم، از پروردگار منان دعا بکنیم و خواهش بکنیم. ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از آدم مظلوم بترسین، اتق دعوت المظلوم فانه لیس بینه و بین الله حجاب. آدمی که مظلوم است، بیمار هست، از او بترسین، خواه کافر باشه، زیرا بین او بین خدا یگان پرده ای نیست. هر دعای بکنه قبول میکنه. تصور بکن که اگر مادری مظلوم داشته باشی، تصور بکن که اگر پدری مظلوم داشته باشی، چقدر دعای اونا در حق من و شما قبول میشه. به همین خاطر خداوند ظالم نیست ظلم بکنه، خدا ارحم الراحمین است. لیکن ببین امروز خداوند یک بیماری رو بالا من آورده است که هممون پریشانیم. حتی از پدر دور، از مادر دور، از فرزند، از همسر مسافه میگرفتیم. شاید این کمبودی من و شما بود. شاید از احوال پدرمون بیخبر بودیم، شاید از احوال مادرمون بیخبر بودیم، شاید همسایه های گرسنه داشتیم، شاید یتیم ها و مظلوم ها بود، ما 3-4 نمود افقاد خوردیم و او گرسنه بودن. شاید همون کودکک هایی که لقمه های ماهیات در درون بحرها شدن، همونا از این دنیا گذشتن، رفتن پیش خدا، از من و شما شکایت کردن و پروردگار بیماری را بالای من و شما آورد. با خدا قهری بودیم، نمازهای خدا را نمیخوندیم، روزهای خدا را نمیگرفتیم، حجای خدا را نمیرفتیم، زکاتهای خدا را نمیدادیم. خدایی که 20 سال 30 سال ما را داد، 1 سالک نداد، در خدا را در پیش همه شکایت کردیم. پس خدا این بلا را بالای سرمون آورد. خدایا ما وقتی شد از پیش تو سرکنی آمدیم، ما آشتی شوی آمدیم. خدای چگونه اونو بنده ها دعا کردن این بلا را بالای سر ما آوردی، ما دعا میکنیم خدای بلا را از سر ما بگیر و از سر ما دور بگردونش یا ارحم الراحمین. خدایا از ما پدر و مادر گذشته باشه، رحمت و مغفرت، خصوصا از این خاندان. پروردگارا اگر پدر و مادر ما تا حال در سوال و جواب گرفتار باشن، خدای سوال و جوابشون آسان بکن. اگر قبراشون تاریک باشه روشن بکن. اگر قبراشون تنگ باشه واسع، و اگر قبراشون چای دوزخ باشه باغ جنت بگردون یا ارحم الراحمین. خدایا تو خدای مایی، ما راضییم، اما ما هم بنده‌ایت هستیم، تا هم ما راضی باش. خدایا پیغمبر برای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول بکن. خدایا دین اسلام را برای ما آوردی، ما قبول داریم، ما را همچون مسلمان قبول بکن یا ارحم الراحمین. پروردگارا حقیقت بزرگ هستی، کافر 100 ساله را به لا اله الا الله میبخشی. خدایا ما در همین دنیا اقرار میکنیم گناه زیاد داریم. خدایا ما روز قیامت میریم پیش تو هیچ چیزی نداریم. اگر میریم امید به رحمت تو و شفاعت پیغمبر داریم. در همین دنیا الله ما اقرار میکنیم.
خدای روز قیامت ما را از گناهامون نپرس. خدایا روز قیامت ما را اگر سوال میکنی به غفاری و رحمانی سوال بکن و قهاری و غضابیت ما را سوال نکن. پروردگار روز قیامت اگر تو به سوی ما غضب بکنی ما تو را از رحمتت میپرسیم ارحم الراحمین. اگر به سوی ما قهر بکنی از مغفرتت میپرسیم. اگر عیبهامون را آشکارا بکنی از ستاریت میپرسیم ارحم الراحمین. پروردگار ما را در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی را نصیب بکن. خدایا پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که یک بارک ما را میدی، کاش که این آرزو را ما میکردیم که یک بارک پیغمبرت هم میدیدیم ارحم. خدایا اگر پیغمبرت میدونست ما یک گناه میکنیم شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، به آرزوی حبیبت نگاه بکن. خدایا کاری تو به حکمت نیست، هر کاری تو یک حکمتی داره. اگر حالا رسول الله وجود می داشت شاید ما قطعی برادرها چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میمون. خدای روز قیامت ما را چشم بده، قلب بده، طاقت دیدار خودت و طاقت دیدار حبیبت باشه. خدای خودت وعده کردی جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشه. خدای اگر در تقدیر ما جنت باشه ما یک خواهش داریم، ما را قطعی می اکامون جنت ببر. پروردگارا خودت وعده کردی که اگر جنتی ها هر خواهش داشته باشن اجرا میشه. خدایا در تقدیر ما اگر جنت باشه یک خواهش داریم، روز قیامت ما را اجازت بده با محمد صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم. درد دلی زیاد داریم، لمحهای زیاد داریم، گفته‌های زیاد داریم و ما را اجازت بده بگیم که محمد ما تو را دوست می‌داره. از پدرمون هم زیاد دوست می‌داره، از مادرمون هم زیاد دوست می‌داره، حتی از جان عزیزی خودمون ما زیاد دوست می‌داره. خدایا روز قیامت ما را از دستان مبارکش اجازت بده از حوض کوثر آب بخوریم و ما را اجازت بده با او ما جنت بریم ارحم. پروردگارا تمام بیماری ها را شفای کامل عاجل نصیب بگرد. و مادری هست بیمار هست، زمان و مهلت های هست بیماری و فرزنداش در خدمتش هستند، برادرها دعا کنین که خدا مادری او را شفا عطا بکنه. خدا تمام مادرها را، خصوصا این مادری هست که در بیمارخانه های همینجا خواب است و الحمدلله از بیمارخانه هم برآمد است، دعا بکنین که الله شفای کامل عاجل و فرزنداش که خدمتاش میکنن خداوند خدمتاشون قدر و در نامه اعمالشون نوشته بگردونه و پروردگار از این خاندان پدر مرحومشون رحمت و مغفرت و ارواحش از فرزنداش، از خویش و تبا، از یار و برادرها شاد و مسرور بگردونه و ارواحش در بین ارواحها سربلند و از خوشحالی ارواح پدر مرحومشون تمام اهل قبرستان خوشحال بگردونه و عاقبت کار هممون بخیر. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم والحمد لله رب العالمین برحمتك. السلام علیکم و رحمت الله.